ریاکارتر، نامبر خروسخورتر، منفعت طلبتر، موج سوارتر، انحصار طلبتر و حسودتر از شجریان در تاریخ موسیقی ایران هرگز وجود نداشت. مردی که مانند آفتاب پرست رنگ عوض می کرد، خارج از کشور که می رفت ادای مخالف و ضد نظام در می آورد و با صادق صبا و مسعود بهنود و گوگوش و لیلا فروهر و جمشید چالنگی و معین و غیره می چرخید و داخل کشور هم با انواع آخوند و وزرا و اصلاح طلبها و دار و دسته رفسنجانی و وزیر ارشاد روحانی و غیره در تماس بود. آواز شیخم به طنز گفت میر حرام است میخوان، ولی عکسهایش با انواع و اقسام از آخوندهای مختلف خصوصا در دولت خاتمی و روحانی در شبکه‌های اجتماعی به وفور منتشر شده است. آیا ملت ایران کور است که این عکس‌ها را می‌بیند و باز هم می‌گوید شجریان صدای مردم و مبارز ضد حکومت و آزادیخواه بوده است؟